او یکی از قدرتمندترین و با نفوذترین مردان دربار محمد رضا پهلوی بود. مردی در سایه بدون شغل و منصب رسمی در رژیم پهلوی. این مرد چگونه از سرایداری مدرسه‌ای در زادگاهش سوئیس به دوست صمیمی محمد رضا پهلوی در دوران سلطنتش مبدل می شود. هیچ رد و خط واضحی از او در جایی از تاریخ ثبت نشده. ارنست پرون. اما چرا محمد رضا پهلوی نامی از او در 3 کتابی که درباره زندگیش نوشته است نمیبرد؟ سال 1309 شمسی محمد رضا پهلوی 11 ساله به عنوان ولیعهد ایران برای ادامه تحصیل به دبیرستان روزه سوئیس می‌رود. در مدرسه بزرگ و اشرافی روزه مستخدمان بسیاری کار می‌کردند. یکی از سرایدارهای این مدرسه ارنست پرون نام دارد. آشنایی محمد رضا و پرون به زبان فرانسه باعث می شود آهسته آهسته میان آنها رابطه‌ای شکل بگیرد و مدتی بعد نزدیکترین دوستان هم شوند. اما پس از چند سال رضاخان تصمیم می‌گیرد ولیعهد به ایران بازگردد. محمد رضا به کشور باز می‌گردد و با اصرار پدرش را راضی می‌کند تا ارنست پرون هم به ایران بیاید و در کنار او باشد. اصرارهای بسیار محمد رضا باعث می‌شود رضاخان با آمدن او به ایران موافقت کند. سال 1315 شمسی پرون تحت عنوان مربی و دبیر ورزش محمد رضا به ایران می‌آید. مستخدمه‌ای به نام مریم که فرانسه می‌داند مأمور پذیرایی از پرون می‌شود. مریم سالها بعد در آلمان شرقی در مصاحبه‌ای با محمد پورکیان، پژوهشگری که می‌خواست کتابی درباره پرون بنویسد، او را چنین توصیف کرد: پرون جوان بود و بلند بالا، صورتی رنگ پریده داشت با خطوطی که نشان دهنده زیرکیش بود. موهای خرمایی‌اش صورتش را رنگ پریده تر نشان میداد و باعث میشد چشم‌های عسلیش توجه بیننده را جلب کند. وقتی برای اولین بار وارد اتاقش شدم، رفتار و گفتارش شرم‌آور بود. اصلاً آداب نمیدانست. لباسهایش روی تخت پرت شده بود و کفش‌هایش وسط اتاق. واقعاً چرا ولیعهد این تحفه را به ایران آورده بود؟ شبیه همه چیز و همه کس بود غیر از یک مربی و دبیر تحصیل کرده. پرون مردی بی سواد با حرفهای مبتذل و پرلاف و گزاف بود، همانطوری که ولیعهد میپسندید. تا سالها بعد در بسیاری از خاطراتی که درباریان عصر پهلوی نوشتند، ارنست پرون با همین ویژگی‌های اخلاقی توصیف شده است. نقش پرون به عنوان جاسوس انگلیس در دربار پهلوی، آن هم در اوج مبارزات ملی شدن صنعت نفت، آیت الله کاشانی رئیس وقت مجلس شورای ملی را بران می‌دارد تا به حضور او اعتراض و بر اخراجش از ایران پافشاری کند. اعتراض آیت الله کاشانی به گوش محمد رضا می‌رسد، اما حمایت کریستوفر وودهاوس، نماینده سازمان جاسوسی انگلیس MI6 در سفارت این کشور که برای فراهم کردن زمینه‌های کودتای 28 مرداد 1332 در ایران به سر می‌برد، مانع از این کار بشود. وودهاوس از پرون به عنوان رابط محمد رضا پهلوی با سفارت انگلیس استفاده می‌کند تا از طریق او پیغام‌های محرمانه را به شاه برساند. مدتی بعد پرون در کنار کرمیت روزولت، طراح و جاسوس آمریکایی کودتا، آن میس لمپتون و وودهاوس، جاسوسان انگلیسی، در به ثمر نشستن کودتا نقش موثری به خصوص در دربار بازی می‌کنند. ماروین زونیس، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگوی آمریکا، در کتاب شکست شاهانه‌ای که به زندگی خصوصی محمد رضا پرداخته است، می‌نویسد: پرون جاسوس انگلیس و مرموزترین چهره پشت پرده دربار ایران به شمار می‌رود. او در بحران دولت مصدق رابط درباریان با سرویس‌های مخفی ایران و انگلیس بود و به عنوان یک اروپایی با نمایندگان کشورهای خارجی در تهران روابط نزدیک برقرار کرده بود. با پیروزی کودتا شیوه سلطنت محمد رضا هم تغییر کرد. او که در شهریور 1320 با حمایت انگلیسی‌ها به قدرت رسیده بود، در سالهای نخست حکومتش به علت جوانی و نداشتن قدرت زیر سایه حضور متفقین در ایران و بعد مجلس شورای ملی و دولت سلطنت می‌کرد. اما محمد رضا پس از موفقیت کودتا مصمم می‌شود به تنهایی قدرت را در ایران در دست بگیرد.
محمد رضا در صدد است هر آنچه از گذشته باقی مانده است و میتواند قدرتش را محدود کند از سر راه بردارد. آغاز دوران جدید دیکتاتوری پهلوی با تصفیه کردن رجال سیاسی و درباریان همراه می شود. یکی از این رجال ارنست پرون است. وقتی خبر مسموم شدن پرون منتشر می شود، درباریان این اتفاق را نتیجه دستور مستقیم محمد رضا پهلوی برای پایان دادن به برخی شایعات درباره روابطش با پرون توصیف می کردند. قدرت و نفوذ انگلیسی‌ها در ایران در آن سالها به علت گسترش نفوذ آمریکایی‌ها در دربار و سایر ارکان قدرت اندکی کاهش یافته بود و محمد رضا با استفاده از این موقعیت توانست پرون را از سر راه بردارد. پرون در اثر این مسمومیت کلیه‌هایش را از دست می‌دهد. او برای درمان به سوئیس باز می‌گردد و همانجا در سال 40 شمسی می‌میرد. سالها بعد ثریا همسر دوم محمد رضا در خاطراتش می‌نویسد: ارنست پرون فوت کرد و تمام اسرارش را با خودش به گور برد. در بیان اوضاع دربار سلطنتی ایران همین بس که حتی من به عنوان ملکه کشور و زن شاه نتوانستم از کار این باغبان سابق سوئیسی و یار غار شاه سر در بیاورم. ارنست پرون بیش از 2 دهه نزدیکترین دوست خارجی محمد رضا پهلوی بود. دوستی که به همان اندازه که به کاخ شاه رفت و آمد داشت، به سفارت انگلیس نیز سر می‌زد.